درود. با برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که همکارانم از دوشنبه و پراگ آماده کردند، من طاهری سفر با شما هستم. امروز سه‌شنبه 6 آگوست است. در ابتدا سرخط خبرها. فقط همین سال از روسیه هر روز نه کمتر از 100 مهاجر تاجیک و در عموم 17,000 نفر را اخراج و یا دپورتاسیون کردند. میره دکمی تان میکنی قامت میتن به دکمی تام قپان قامت میتن. زدن، تأخیر کردند و پیش از اخراج تمام پولهایم را از کارت بانکی گرفتند. سرگذشت یک مهاجر که در بازداشتگاه سخاروا بوده است. دو نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پولهای آنها نیز گم شده است. السو قرمش و خبرنگاری رادیو آزادی که از زندان روسیه آزاد شد میگوید روزهای سختی را پس سر کرد ولی به کسی نفرت ندارد. عصبانی نیستم، به کسی نفرت ندارم، تأسف میخورم. دلم با آنها میسوزد که این کار را کردند. مقامات روسیه در نیم سال که گذشت روزانه تا 100 مهاجر تاجیک را از قلمرو این کشور بیرون راندند و یا به تعبیر خود مهاجران دپورتاسیون کردند. این آمار تازه که مقامات تاجیکستان تا حال پنهان می داشتند روز 6 آگوست در شهر دوشنبه اعلان شد. گزارش را در همین باره همکاران ما در دوشنبه علیشیر ظریفی و امیر ایسایف آماده کردند که همراه می‌بینیم. در نیم سال بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان را از حدود روسیه اخراج یا دپورتاسیون کردند. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با آوردن این آمار از شدت رید و سنجش‌های مقامات روسیه و ادامه رانده شدن مهاجران خبر داد. با در نظر داشت حادثه‌های آخر مارس سنجش و ریدها در سرحد و داخل روسیه به طور دائمی و با شدت راه‌اندازی شده با سبب‌های گوناگون، قانون و رونکنی‌های قبلا صادر شده، رعایت نشدن قانونگذاری مهاجرتی، ندانستن زبان، آداب جمعیتی از قلمرو آن شهروندان بازپس گردانیده شده است. طبق معلومات جانبی روسیه تنها در 6 ماه سال روان اخراج زیاده از 17,000 نفر به قید گرفته شده است. وزیر افزود در 6 ماه سال جاری بیش از 380,000 نفر از تاجیکستان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته، بازگشت آنها در این دوره کمی بیشتر از 324,000 نفر را تشکیل می‌دهد. در نیم سال مهاجرت مهنتی 16% کم شده است. منصبداران تاجیکستان اخراج مهاجران را بیشتر گناه خود آنها و چاره‌های ضروری امنیتی روسیه می‌نامند، ولی مهاجران بازگشته و پیوندانشان چیزی دیگر می‌گویند. نه دکمی چون کان نه هیچی قرض فرض کاگی باعث بله چون گرفتم ما. اوج مردم در اونجا نیمش به سوی فرداگیه. نه دکمی که سن نه هیچی غان دا تاجیکا گشته سن. این میره دکمی تان میکنی قامت میتن به دکمی تام قپان قامت میتن. در وزارت مهنت گفتند برای حل مشکلات مهاجران با مقامات روسیه وارد گفتگو شدند، ولی دقیق نگفتند که آن چه نتیجه داده است. جامعه شناس مظفر عالمی از فهمش دوگانه مسئله و دریافت مسیرهای نوی مهاجرت میگوید. بیشتر هم بود، بعضی واقعی دیگر هم باشه به این مقدار اگر کشتار نشده باشدم این از آن گواهی میدهد که اکنون در تمام مقامات در سطح‌های گوناگون باید آدم‌ها فکر کنند که این روسیه یک جایی نیست که مثلا ابداً برای ما یک جای کیف آور باشد، خب جای تامین روزگار باشد، تامین زندگی باشد. وزیر مهنت و مهاجرت این را هم گفت برای کاهش مهاجرت در نیم سال بیش از 100,000 جای نوی کار تشکیل شده است. وی همچنین تلاش‌های راهگشایی به بازارهای مهنتی کشورهای دیگر را نیز ذکر کرد. فعلا طبق اطلاع رسمی بیشتر از 95% مهاجران مهنتی تاجیک به روسیه راست می‌آید و این کشور یک منبع اساسی درآمد خانواده‌های تاجیک به شمار می‌رود. موضوع مهاجرت را ادامه می‌دهیم. شاید درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران در سخاروا یکی از بازداشتگاه‌های معروف مسکو بسیار شنیدید و رادیو آزادی هم در این باره گزارش داشت. حالا یک مهاجر که اینجا بوده است میگوید افسران روس راه نوی را برای غارتی آنها پیدا کردند. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد. مهاجر قرغیزستانی اسکر اسکینبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز سخاروا یک مؤسسه پوشیده برای بازداشت موقت مهاجران در کنار مسکو نگهداری میشد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود. مرا 16 ایول زمانی که به کار میرفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله.
به سبیربانک رفته پرداخت میکردم، اما به این نگاه نکرده مرا بردند. معلوم میشد که پرداخت من به باز داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافعه سودی شد و مرا به سخروا فرستادند. دادرس حتی به حجت‌های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند. به گفته اسکر در سخروا مجرم را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364,000 روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چند از بچه‌های قرغیز ما راضی شدند و حالا در اوکراین می‌جنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا می‌روند. وقتی شما را به سخروا می‌آورند همه اشیای شخصی، حجت‌ها و کلید، همیان و تلفنتان را می‌گیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پولها در جایش هستند ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکی به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110,000 روبل روسی نبود. 2 نفر دیگر که همراه من دیپورت شده بودند گفتند که پولهای آنها نیز گم شده است. از این پیشتر نیز مجرمان از جای داشتن شکنجه و تحقیر در سخروا شکایت کرده بودند. به اطلاع وزارت مهنت و مدیریت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربک ایتنظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زودی گفت تقریبا 6 ماه باز در آنجا نگهداری میشوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقامدار افزود در باره تفتیش و بازداشت ها خوب میدانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چاره‌های امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در سخروا شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی‌ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبیره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند. به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز سخروا 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می‌دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد. السو قرمشوه خبرنگاری رادیو زودی و مادر 2 فرزند که بعد 9 ماه زندان در روسیه در یک تبادل زندانیان به آمریکا برگشت به اهل عائله‌اش در شهر واشنگتن پیوست. او را با اتهام دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کردند با وجود آنکه رادیو زودی اتهامات علیه او را بی اساس می‌داند. السو که حالا همراه شوهرش در شهر تگزاس آمریکا است با همکار ما مایک اکل صحبت کرد. و نخستین سال هم از السو این بود که بعد این همه روزهای سخت و هیجان زیاد چی حال دارد؟ It was the moment I've been fantasizing a lot for months. این یک لحظه بود که ماها در بورش خیال پردازی می کردم. من دقیقاً در رویاها هم می دیدم که چگونه خواهد بود. البته از انتظارات من بیشتر بود و شادی بخشترین لحظه بود. من تو این زمان باور نمی کردم. زیرا هر چیزی می توانست خطا پیش برود. همه چی را مخفی می نگاه می داشتند. نمی دانستم چی خبر بود. من نمی دانستم چی کسی مرا کجا می برد، کی و چرا می برند. پس از ماها اتفاقات از تفتیش خبری نبود. حالا این چیز اتفاق افتاد. برای همین زمان به این معجزه باور کردم که شوهر و فرزندانم را با آغوش گرفتم. از همان روز با آغوش گرفتن همدیگر را بس نمی‌کنیم. همکارم همچنین از السو خرمشوه پرسید که آیا از آن خشمگین نیست که حکومت روسیه 9 ماه او را از فرزندانش جدا کرد و از زندگی معمولی محروم ساخت؟
It's definitely not anger I feel right now. I'm not angry. من حالا خشمگین نیستم، عصبانی نیستم، به کسی نفرت ندارم، تأسف میخورم. دلم به آنها میسوزد که این کار را کردند، به دادرس‌ها، به مفتشان، به افسران، به پاسبان‌ها. نه، من خشمگین نیستم. حالا باید با زمان امروز مطابق شوم. ویدیوهایی را ببینم که هنگام نبودنم اهل عائله برایم ثبت کردند. باید با آهنگ‌های نو، خبرهای نو، فیلم‌های نو، هر چیزی دیگر آشنا شوم. بله، آن وقتی گرانبها را از من دزدیدند. هیچ کسی آن یک سال را به من و خانواده‌ام برگرداندن نمیتواند. این همه مرا قوی‌تر کرد، عائله ما را قوی‌تر کرد و من خشمگین نیستم، به کسی نفرت ندارم. السو قرمشوه خبرنگاری بخش تاتاری رادیو آزادی است و قرار است به زودی به جای کارش به شهر پراگ برگردد. در بازی المپیک تابستانه که در پایتخت فرانسه شهر پاریس جریان دارند، تا امروز ورزشکاران تاجیک 3 مدال برنجی به دست آوردند. سامان محمد بیکوف و تیمور رحیموف در جودو و دولت بالتایف در باکس جای سوم را گرفتند. امیر سایف همکار ما در دوشنبه از چند رهگذر پرسید که آیا بازی المپیک را تماشا میکنند؟ شما بازی المپیک در پاریس میگذرد، شما تماشا میکنید یا نه؟ کم ها تماشا میکنیم. دولت بالتایف را دستگیری میکنیم. سامان محمد بیکوف جای افتخاری گرفت. بغیر از او تیمور رحیموف جای افتخاری گرفت. بغیر او باکسیار انما او هم جای افتخاری گرفت. این در حقیقت جای فخری ما تاجیکان است که به همین اهالی که ما 10 میلیون داریم 3 تا جایزه صاحب شدیم. شما تاجیک هستید بخشکرم؟ تاجیک منم. تاجیکی؟ تاجیکی ازبکستان. از ترمز. از ترمز. تیمور رحیموف вот مخلص. بلش کردیم چونکی این همسایه تو интересно, конечно, همسایه ما همیشه интересно моем برایله. همسایه ما یوتیوبش با مایان یوتیوب. اساساً از یوتیوب تماشا می‌کردیم بسیار، از کانال‌های اینترنت بسیار تماشا می‌کردیم، از کانال‌های تاجیکی سپورت. کماکک زیخم شدم هنگامی که تیمور رحیموف برای با تدرینر برآمد کرده بود و در آنجا افسوس غالب نبرآمد. ولی در دوام همین المپیادا تیمور رحیموف توانست که مقابل دیگر آدم برآید برای مدال برنجی را صاحب شدن و خوشبختانه تیمور رحیموف غالب برآمد. اگر تاجیکستان رزمرش در نظر بگیرید که تاجیکستان چقدر اهالی کم دارد و چقدر مایده هست، لیکن المپیک می رود و مدال برنج می برد که 100 کشور دیگر نمی تونند. پس این بسیار خوب است. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برای خواندن خبر و دیدن گزارش‌های ویدیویی بیشتر سر بزنید به وبسایت azadi.org و در صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تیک تاک و ادنا کلاسنیکی. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران هم بدانند با ما بفرستید، تحقیق می‌کنیم. اگر درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.